داستان این روزای رژیم داستان افتادن از چاه به چاه، نه از چاله به چاه. از یک طرف اعتراضات گسترده اقشار مختلف میهنمون، مردم میهن، و از طرف دیگه هم موضوع برجام هست و به خصوص میدونید که موضوع برجام تبدیل به یک بحران برای رژیم شده و حرف و حدیث در درون رژیم حول اون بسیار بسیار زیاد هست. ما هم حول همین موضوع صحبتی داریم با بابک سلام میکنم بهت، و اینکه در رابطه با همین موضوع برجام و مذاکرات میخواستم بگم که اوضاع به چه صورت هست، به خصوص که شنیدیم که رژیم خیلی خیلی سر برجام جدیه و به خاطر همین جدیتش یک هیئت 40 نفره فرستاده برای مذاکرات. بله، من نمیخواستم راجع به هیئت رژیم صحبت کنم چون اونم بهره طویله، ولی میخوام از وقت تو استفاده، این وقت من نه، وقت خودت، این هیئت رو توضیح بدم چون گفتی جدیه. حیفه که به این هیئت حالا که من گفتم بگو. داستان این هیئت مثل همه هیئت‌های رژیمه، چون میفته که میخوایم بریم وین. از این نقطه ولوله تو رژیم شروع میشه. هر کسی اول سعی میکنه خودش رو بچپونه تو این هیئت، بعد که خودش وارد شد رفیقش و فک و فامیلش و اینا رو بیاره، خودش رو اسمش میذاره کارشناس، رفیق و فک و فامیلش میذاره مترجم. این هیئت 20 الی 22 نفر مترجم داره، حدود 18 نفر هم کارشناس. 20 نفر مترجم، اینا اگه می‌خواستن لوح‌های باستانی انسان‌های 3000 سال پیش هم ترجمه کنن نیاز به 20 تا مترجم نبود واقعا. یه زبان انگلیسی که بیشتر نداریم، 29 زبان انگلیسی که نداریم، چون زبان رسمی مذاکره هم انگلیسیه. نه با اصلا اینا خود انگلیسی بلد نیستن، دارن اونجا میچرن به اسم مذاکرات. حالا خوب این هیئت رو ول کنیم، این رئیس این هیئت رو یه مقداری بررسی کنیم. رئیس این هیئت یک موجودی است به نام علی باقری کنی. اینم مثل همه رژیمی‌ها دلیل منصب گرفتنش این که باید یا داماد کسی باشه، یا آقازاده کسی باشه، یا برادرزاده کسی باشه. این هر سه شرط رو داره. ولی چون برادرزاده مهدوی کنی، همون آخونده که الان البته سقط شده، آخوندی که زمان فاز سیاسی وزیر کشور بود که اولین مسئول دزدیدن آرا، که آرایی که باید تو صندوق باشه تو کشوی میز این بود، یک همچین آخوندی بود که این به واسطه برادرزاده بودن اون آمده در این هیئت شده رئیس. خودش هم میگه که من نفر کنار دست سعید جلیلی بودم، مذاکره کننده قبلی. مینازه به این که یعنی رفرنس میده که من وردست سعید جلیلی، البته راست میگه کیف سعید جلیلی رو حمل میکرده توی مذاکرات. حالا خود سعید جلیلی ببینیم کیه. البته من تعریف نمیکنم از سعید جلیلی. سعید جلیلی چون ما که معاندیم، اگه بگم میگن اینا معاندن. ویلیام برنز که الان رئیس فعلی CIA هست و اون زمان جلیلی مذاکره کننده بوده، یه کتابی داره نام مذاکرات پشت پرده. یه قسمتی داره راجع به جلیلی و سواد و فهم و شعور جلیلی، جالبه. اینشو میخونم که نگم ما توش دخل و تصرف کردیم. جلیلی در پایان سخنانش برگه‌هایی از تفاهم شفاهی در اختیار اعضای مذاکره کننده گذاشت. عنوان انگلیسی این نسخه اشتباه داشت. آنها، یعنی منظور رژیمی، اشتباه املایی. بله، آنها به جای اینکه در بالای برگه بنویسن نان پیپر که یک اصطلاح یعنی متن شفاهی، یعنی به نوعی پیشنویس، یعنی چیزی که تصویب نشده، نوشته بودن پیپر نان. هیچ معنی نمیده. معنی تحت لفظش میگه هیچ کاغذی نیست. هیچ کاغذ اصلا فکر کنم چیزی وجود نداره. میگه سولانا، خاویر سولانا که تو خیلی با اینا چف بود اون زمان خودش، و باقی ما نگاهی سریع به متن ارائه شده انداختیم. ناگهان نماینده فرانسه آهی کشید و گفت مزخرف است. ببین چی بوده که تو وسط چیز دیپلماتیک. جلیلی ناگهان چهره بهت زده به خود گرفت. حالا این نه اینکه مثلا ببره رو خودش، گفته چرا شما انگلیسی نمیفهمید؟ چون رژیمیه دیگه. ممکنه نمیگه اشتباه من کرد. میگه چطور انگلیسی هستید که انگلیسی ما رو متوجه نمیشید؟ من هم نزدیک بود جست قاطع خود رو از دست بدم، یعنی بزنم زیر خنده. آره. شانس آوردیم که ویلیام برنز، یعنی ویلیام برنز، دوربین ها از اتاق بیرون رفته بودن. حالا آخرش جالبه. عصر همان روز یادداشتی به رایس وزیر خارجه اون زمان امریکا نوشتم که تو این 5 ساعت و نیمی که با این رژیمی ها مذاکره داشتیم معلوم شد چیزی رو از دست ندادیم، چون اصلا چیزی حالیشون نیست. پس اینم سواد جلیلی. یه مورد دیگه ای هم بود تو بین مردم خیلی این اصطلاح میکنه بردست اون بودم. این میگه من سیاست مذاکره رو از سعید جلیلی یاد گرفتم، همچین سعید جلیلی که در حد ABC انگلیسی هم بلد نیست. بله. یه بارم سر این هیئت‌ها میگفتن یه هیئت رژیم رفته بود، هیئت دیپلماتیک رفته بود فرانسه، بر عرف دیپلماتیک برده اینا یه موزه، حالا شاید هم لوور، اونجا صندلی ناپلئون بود. نفر هیئت رژیم خسته شده میره رو صندلی ناپلئون بوناپارت.
نفر هیئت رژیم خسته میشه رو صندلی میشینه، نفر اون مسئول اون موزه یا اون مسئول تشریفاتشون میگه آقا این صندلی ناپلئونه، میگه اشکال نداره اومد بلند میشه. این سطح شعور اینا همینه. تازه خوبه که جزء هیئت سیاسی و هیئت دیپلماتیک هیئت سیاسی رژیم غیر هیئت سیاسی رژیم همینه، اون بخور و چریدن دیگه. بالاخره این هیئت‌ها بیشتر تور مسافرتی به نظر میاد. دقیقاً بله، تور مسافرتی جیب ملت ایران. حالا با وضعیت برجام چه جوریه؟ بله. برجام هم این همه پراتیکای رژیم، وقتی به رژیم واردش میشه یه کمپلکسی از دغل و دروغ و شارلاتان بازی و ابتذال و هجو و هزله. وقتی هم که میگی ابتذال و هجو و هزل و برجام، محاله که یاد آخوند ذوالنوری نیفتیم. بله، آخوند ذوالنور هم که تو مجلس رژیم یک برگه نمادین برجامو گرفت آتیش بزنه، آستین عبای خودش داشت آتیش. بله دقیقاً. خیلی ضد برجام بود. بله خیلی ضد. حالا تو آتیش میزد. احتمالاً اون باند رژیم ظریفینا تکخوری میکردن، این شاکی بود چرا به این نمیدن، این ضد برجام شد. این ذوالنوری همون که گفتید دیگه آتش میزد و فلان، الان جلو عوض کرده شده موافق برجام، دیگه از آتش زدن و مذاکره شده برگشته شده موافق برجام. حالا اینو آوردن توی شوی تلویزیونی با یه مجری همجنس خودش که مثلا ابهامات و سوالات مردم رو سر برجام جواب بده. این ذوالنوری هم توی مصاحبه توی این برنامه ساعته هی کرارن میگه چالشی سوال کنید، من میخوام جوابای سوالات چالشی رو بدم. حالا این داستان اون لات هست که میرفت تو کوچه خالی عربده میکشید، یا داستان اون راننده تاکسی هست که تاکسی خریده بود، اهل و عیالاشو پر کرده بود تو تاکسی، هی دور میزد میگفت مسافری نیست. آخه تو استودیوی رژیم محل بازجویی، اعتراف اجباری، جای سوال چالشی جواب دادنه. اولش هم مجری رژیم برای اینکه این بسیجی‌ها ترس ورشون نداره که قراره یه سوالی بشه، اول قشنگ میگه که ببین موضوع چیه و اصلا نترسید. خوب این تیکه ابتداییش که مجری رژیم داره برنامه رو معرفی میکنه با هم ببینیم بعد ادامه بدیم. آقای دلاوری بی‌طرف باشه چرا چپی حرف میزنید؟ چپی راستی نیست، چون آقای ذوالنور موضعشون موضع حمایت از وظیفه من مقابل حرف میزنم. بله دیگه البته همین اول آخر داستان رو گفت بی‌مزه‌اش که گفت نمایشه. بله آخه اینو چه جوری سرتهش رو هم میارن. آخه اینو نگه همین نمایش اگه بخواد واقعی ظاهرا واقعی اجرا بشه چند تا لاشه پاسدار آخوند رو دست خامنه‌ای میمونه تا این میریزه سر این نمایش. حالا برای اینکه خیلی آبکی نشه و خیلی تو ذوق نزنه یه چند تا سوال رقیق شدم پیدا کردن بگن خب نه چالشیه مثلا. خب این سوالا رو هم نگاه کنید، از این سوالای که رقیق شده است انتخاب شده این سوالا رو هم ببینیم که ادامه بدیم. بپرسید انرژی هسته‌ای چه فایده‌ای برای ما مردم داره که باید این همه تحریم و بدبختی رو تحمل کنیم؟ واقعا من نمیدونم الان انرژی هسته‌ای چه استفاده می‌کنیم که باید اینقدر این فشارها رو تحمل کنیم. من از ایشون بپرسید، من 47 سالم، ماشین ندارم، مغازه ندارم، ازدواج نکردم، سرمایه ندارم، اجاره نشینم، با انرژی هسته‌ای مشکل من حل میشه؟ چون مقاومت اصلی رو واقعیت اینه که هیچ کدوم از مسئولان که نمی‌کنن. بله. مردمی می‌کنن که زندگیشون به سرعت تحت تاثیر قرار میگیره. بله تازه همونطور که اشاره کردی اینا سوالات فیلتر شده و ترتمیز شده و سوالای قابل طرح تو تلویزیون بود. ببین دیگه حرف واقعی مردم چیه. بله. حالا ذوالنوری شروع میکنه یه سری اراجیف، چون یه ساعته این برای یه ساعت خورده اراجیف بافتن و به اسم جواب مزخرفات گفتن، ولی یه سوال رو جواب میده تو دستگاه خودش. اون سوالی که اول میکنن که آقا این فناوری هسته‌ای چه به درد ما میخوره، جوابش جالبه، جوابش هم گوش کنیم ادامه میدیم. اگر فردا دنیا نیازش رو به انرژی های نو تأمین کرد و از سوختهای فسیلی بی نیاز شد، همین عزیز سوال کننده بداند که زانوی آمریکا میاد بیخ گلوی ما، اجازه نمیدهد که ما مصرف نفت در کشور خودمون داشته باشیم. یعنی شما محیط زیست بشر رو آلوده کردید، لایه اوزون رو پاره کردید، برید بخیه بزنید و بدوزید و ما مشکلات جدی خواهیم پیدا کرد در تولید سموم، در آفت‌زدایی و گندزدایی. بله واقعا خیلی جواب مسئولانه داد. به فکر چندین سال آینده است که آلودگی هوا به هم نخوره و اینا واقعا خیلی. حالا جوابش آنالیز کنیم. میگه که سوال اینه که چرا رفتی دنبال فناوری هسته‌ای؟ میگه که اگه 100 الی 150 سال دیگه که نفت جهان تموم شه،
تنها کشوری که نفت میسوزونه ما باشیم آمریکا. همین آمریکایی که الان این سلامی بیمغز میگه که ما داریم مدیریت میکنیم، همیشه پاسدار شریعت بداریم، میگه که از ترس 4 تا قایق ما با دوشکا ناو هواپیمابرش نمیتونه به ما حمله کنه. 150 سال دیگه میاد پاشو میذاره رو گردن ما میگه چرا از انرژی هسته‌ای استفاده نمی‌کنی، داری نفت میسوزونی، هوا رو کثیف کردی. پس این داستان یارو بود که میگفت وای ماشینم. میگفتن چرا؟ میگفتن تو این اتوبان یه مانع است، ماشین منو میخوره بهش. گفت ماشینت کجاست؟ گفت هنوز نخریدم، 7 8 سال دیگه میخوام بخرم. در مورد گندزدایی و آفت و اینا میگه انرژی هسته‌ای در گندزدایی و آفات استفاده میشه. خود مجری رژیم میبینه خیلی خارج میزنه، خود مجری رژیم اینجا جوابشو میده. الان خوبه جواب مجری رژیم هم ببینیم که دیگه اون دیگه طاقت نیاورد این همه مزخرف به اسمش تموم شه، اون جواب داد. بله. این همه کشور توی دنیاست، فقط ما تنها که نیستیم که، بقیه هم دارن لیزر دارن، نمیدونم گندزدا دارن، پزشکی دارن، همه دارن زندگی میکنن دیگه. این چطوریه که ما دچار این مسئله هستیم؟ چرا ما نمیتونیم مثلا مثل ترکیه باشیم، مثل باقی کشورها باشیم، زندگیمونو بکنیم بدون داستان برجام؟ بله دیگه این توضیحاتش رو اگه بزنن واقعا جلوی طرفای مذاکره تو میز مذاکره اینا دست بالا میکنن، میان تو تلویزیون رژیم اعتراف میکنن که خودشون اصلا جزء عوامل استکبارن. بله. البته این جوابای ظلمجو اگه ببرن بذارن رو میز مذاکره، اونا قطعا میان اعتراف اجباری میکنن، میگن اشتباه کردیم، مثلا با خودمون کمک میکنیم شما بمب درست کنید. منتها مشکل اینه دیگه اونا عوامل نیستن دیگه، خودشون استکبارن. باید بیان دیگه وزارت اطلاعات باید این سناریو رو، این تیکش رو حذف کنه، یعنی جابجا کنه. چون همه سناریو بر اساس اینکه عوامل استکبارن، خودشون استکبارن. ولی در مورد گندزدایی اصلا نیاز نیست نگران گندزدایی باشن، دنبال فناوری هسته‌ای نرن، چون گند اصلی همین آخوندها این رژیم هستن که تو ایران الان حاکمن. مردم ایران اینها رو با قیاماشون آنچنان از تاریخ ایران بزداین که اصلا نیازی به فناوری هسته‌ای نیست. یعنی این گندزدایی تاریخی ایران رو بذارن بر عهده مردم ایران، اصلا نگران نباشن. البته باز طبق معمول یه وقت تموم شده. این بحر طویل ابتذال آخوندها و دستگاهشون ادامه دارد و ما هم در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون و متشکرم هم از توضیحات این دفعه و هم از اینکه در برنامه بعدی هم با ما خواهی بود. همیهنان عزیز، برنامه پیک شادی رو با شما ادامه میدیم.